اگه میخوای به ماهیا غذا بدی باید 50 بت پول بدی. به پول الان ما تقریبا میشه 300 تومن. پولو میریزی تو این دستگاه که البته من خیلی گیج شدم تا بریزم و بعد غذا میافته پایین. وقتی غذا رو برداشتی باید غذا رو داخل شیشه شیر بریزی. تا دارم غذا رو حل میکنم گفتم بهتون توضیح بدم که اونجا ما موتور کرایه میکردیم و تا اینجا خودمون با موتور اومدیم، چون برای تور حدود 2500 بت ازتون میگیرن، در حالی که خودتون بیاین هزینهش میشه 500 بت هزینه ورودی، تقریبا 350 بت هم هزینه موتور که خب خیلی بصرف است دیگه، به خاطر اینکه شما 350 بت که میدی یک روز کامل موتور رو داری و میتونی جاهای دیگه هم بری بچرخی. حالا من آدرس رو براتون میذارم برای کسایی که میخوان خودشون با موتور بیان و هزینه تور ندن که بتونن استفاده کنن. خب حالا وقتشه بریم به سمت ماهیا که منتظر غذان. یه حس خیلی قشنگ بود، مخصوصا زمانی که داشتن شیشه شیر رو میمکیدن، به خاطر اینکه اون قدرت مکششون شیشه رو هی میخواست از دست در بیاره. خیلی بامزه بود. تا جایی که میدونم تو ایران هم همچین چیزی هست. توی اصفهان و بندر انزلی شما میتونین به ماهیا غذا بدین. آدرس ایرانش هم براتون توی کپشن مینویسم که استفاده کنین. من زهرا هم و یه عالم ولاگ براتون آماده کردم. با پیج من همراهشین، سابسکرایب کنید که قراره با همدیگه کلی خوش بگذرونیم. اگه تعدادتون بیشتر باشه نیاز نیست هر کدومتون یه بلیت بگیرین. ما 50 بت دادیم و 2 نفر بودیم، هر دوتامون هم به ماهیا غذا دادیم چون غذاش زیاده. سرتون کلا نره رفقا.